در یک خانه تاجیکان با روزهایی که دین نداشتند و فقط رفیقی داشتند در حالت خواب شب همشان سوختند که دیگر فرق کرده نمیشد تاجیک را از روس چی خیلی جنازه کنند. یعنی زن به محرم حج رفته نمیتواند، علالخصوص باز در همین مذهب خودمان بزرگا همش با این معتقدند که جنها جنت میروند لیکن فقط در اطراف جنتند، در داخل جنت در حالت خواب شب همشان سوختند که دیگر فرق کرده نمیشد تاجیک را از روس چی خیلی جنازه کنند. مثلا در یک خانه اگر تاجیک ها با همراه روس ها که خیلی رفیقی دارند، داد و گریفت دارند، خواب بودند، همش سوختند، دیگر اینجا فرق از مسلمان و غیر مسلمان کرده نمی شود. اینا را چی خیلی جنازه کردن در کار. در کتاب های فقه در دارالمحتار میگوید که اگر اکثریت مسلمان ها باشند و کم آدم های بیدین باشند همش شویند و غسل کنند، جنازه کنند. اگر اکثریت مسلمان ها باشند و اقلیتش آدم های بیدین باشند در قبرستان مسلمان ها برده گرانند. باز دیگر صاحبای کتاب گفتن نه، گفتن برای اینا قبرستانی جدا کردن در کار. هر خیل گپ ها آخرش آمد که وقتی که اینا را فرق کردن نشد همش شوین، جنازه کنین، برده در قبرستان مسلمان ها گرانین. هی خدا خودش بعد جداشان میکند کدامش ایمان داشت، کدامش بی ایمان است، کدامش چه عملی کرده است، پیشگاه خدا دا بعد جواب. ما با عذری که نمیدانیم به این خاطر همش چیکار میکنیم؟ جنازه میکنیم و برده در قبرستان میگرانیم. آیا کودکان کافرها جنت میروند یا نمیروند؟ کافرها خودشان کو بیشک حدیث صحیح بخاری که الله بیان کرد اینی حرمت الجنت علی الکافرین، ما جنت برای کافرها حرام گردانیدیم. مثلا جنت برای مؤمن هاست، برای کافر جنت نیست. اگرچه در دنیا تا مردنش نیکی کند کافر است، جنت برای او حرام است. خب لیکن کودکای او را مرقات شرح مشکات علی قاری خدا رحمتش کند میگوید که بله جنت میروند لیکن خدمتگارهای اهل جنت میشوند، خدمتگارهای اهل جنت میشوند. خب در این باره هم خود حضرت امام ابو حنیفه توقف کردند، جواب نگفتند، گفتند از ضرورات دین نیست، مثلا ضرورات ندارد. فهمیدنی همین از شخصی که دین عیسی مسیح را قبول کرده باشد با او سلام علیک کنم و با طریق پول از او چیز خریداری کنم. بله ما داریم که معاملاتی با مردم کفر معامله داشته باشیم، خرید و فروش داشته باشیم. حتی ببینیم فتوای خلاصه را میگوید که امروز این فرزندای ما و شما در دولت‌های روسیه کار میکنن، نفس‌های خودشان در اجاره ماندگی‌اند. پس درست میشود ما نفس خودمان در اجاره کافر هم که مانیم کار کنیم و مبلغ گیریم، درست است، یگان زلال و زیان ندارد. این در کتاب اجاره خلاصه الفتوا میتونید مراجعت کنید، درست است، زلالی ندارد. هرچی از حرام ها و حلال هایی که تو را در همون را کار میفرماند درست است، تو کار کو اجارت. حتی کلیسا گوید بساز، کلیسا را میسازی و پول تا میگیری. تو با کلیسا چیکار داری؟ تو با عقیده چیکار داری؟ ما با عقیده اونا نزدیک نمیشویم، ما با عبادت های اونا نزدیک نمیشویم، ما پایبندی گویم رویه و عقیده های اونها نمیشویم. لیکن ما اجاره اگر هرچی که خدمت کنیم پول ما نگیریم درست است. سلام علیک مانم درست است، سلام علیک هم غلط ندارد، درست است. جنها جنت میروند یا نمیروند؟ دویم سوال داده است. برادر عزیز، نزد جمهور علما جنها جنت میروند، نزد جمهور علما جنها هم جنت میروند. ما اجینه میگیم، همون اجینه ها هم عالم هستند. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنها و آدم ها عالم هستند، اونا مکلفند، اونا هم زن و فرزند دارند، اونا هم خدا را عبادت میکنند. بزرگا همش با این معتقدند که جنها جنت میروند لیکن فقط در اطراف جنتند، در داخل جنت نیستند. لیکن خدا رحمت کند صاحب مذهب ما و شما امام ابو حنیفه را در همین مسئله توقف کردند، جواب نگفتند. یعنی زن به محرم حج رفته نمیتواند،
علخصوص باز در همین مذهب خودمان این حدیثی صحیح هم از پیغمبر است که اگر بین حج و بین زن امروز 86 کیلومتر میگیم، 86 کیلومتر اگر مسافه باشد، زنها به شوهر، به دادر، به پدر گویم به برادرشان رفتن نمیتونن. مسافه سفر ده حتمی باید همراه زنک یک شخص باشد که نکاحش ابدی برای او حرام باشد، مثل که پدرش یا مثل شوهرش یا مثل دادرش یا مثل اکش. اینا شخصانی هستند که نکاح اینا بر این زن ابدی حرام است، یعنی هیچ وقت اینا را گرفتن نمیتونن. تا اینها همراه او نباشند همین 86 کیلومتر طی کردنش اسلام اجازت نمیده. علالخصوص اینجا که موسم حج که قریب 5000 کیلومتر است، حتمی محرمش باید باشد، نباشد حج کردن نمیتواند. اگر رود حجش درست میشود و ثوابش نمیگیرد. خب فهمیدین؟ یعنی با کراهیت درست میشود، زیرا ترک سنت پیغمبر خدا میشود. دوم، با مال حرام حج رفتن درست است یا نادرست؟ با مال حرام حج رفتن درست است یا نادرست؟ من یک مثال برای شما میارم. این همین زمین یک انسان دیگر بود. من مجبوری آمدن همین زمین گرفتم، یعنی غصب کردم. ایرا زمینی غصب شده میگن. لیکن من 5 وقت نماز ما در همین زمینه که از او برادر با زوری گرفتم، همینجا 5 وقت نماز ما میخوانم. بین سوال میشود در همین زمینه که تو از یک برادر مسلمانت مجبوری گرفتی، همینجا نماز درست میشود یا نمیشود؟ نماز درست میشود. نماز در زمینی غصب شده درست میشود و لیکن برای غصبی که کردم این عمل حرام است، پیشگاه خدا در جواب میگم. برای غصب، برای تصرف، برای گویم که اون برادر ملال کردن و زمینش گرفتن، پیش خدا در که من جوابگرم. لیکن نمازم درست است، نمازم درست میشود. این چونین با پول حرام حج از گردنت ساقید، لیکن از ثوابش محروم. فهمیدین؟ از ثوابش محروم، لیکن حج از گردنت ساقید. در عمر یک بار فرض از گردنت ساقید شد، تمام. لیکن ثوابش نگرفتی. روز قیامت هم از جمله حاجی‌ها سر نمیبرداری. چه مشکل هر کس نمیفهمش. لیکن من این فهمیدم. گرزیسی موزر وفا خواهی به خیست جهت کن. خیس نگاه کردم در لغت خسیسی را میگفتند. قحبه آورده است. قحبه فاحشه را میگفتند. امساک ممسک میگفتند. بعد به خلاصه من فکر کرده کمی ذهنم همین میگوید که از سیم و زر وفا خواستن، مقصد سیم و زر وفا نداره که از سیم و زر وفا خواستن مانند این است که از زن فاحشه طمع و وفاداری را طلب کردن. انا قدر در ذهن باور کن گذشت. دیگر ممکن است همین است، ممکن دیگر هم باشد. خیلی گناهکار نمیشم که بعد تحلیل این یگان حدیث و آیت نیست. لیکن همین قدر فهمیدم که از سیم و زر وفا خواستن مثل که یک زنه که فاحشه وفاداری و صداقت خواستن. مثلا زن فاحشه صداقت نداره، وفا نداره. ای همو اگر تو خواهی که وفاداری طلب کنی، مثل که از سیم و زر تو وفا طلب کردی. یک توکلش به خدا به دل رحمت کنه. از بین ما و شما حبیب خدا کی را دوست می دارد؟ این احبکم الیه، محبوب ترین شما به سوی من، و من از بین شما شخصی را برای خودم محبوب می گردانم و دوست می دارم. و اقربکم الی مجلسا یوم القیامه، حبیب خدا گفتند از بین شما در روز قیامت آن کسی بر من نزدیک است، آن کسی در سفره جنت در اطراف یک دسترخوان همراه من آن نفرهای می نشینند که ها باشند. از بین ما و شما دوست داشته ترین شخص به سوی پیغمبر، از بین ما و شما نزدیکترین شخص در روز قیامت در پهلوی رسول اکرم کیست؟
احاسنکم اخلاقا. حبیب خدا خبرشم گفت آن کسی که ای بنده مسلمان آداب دارد، با آداب است. شخصی آداب دار و پیغمبر خدا محبوب بوده است، حبیب خدا دوستش می داشته است. شخصی آداب داشتگی را در روز قیامت نزدیکترین نفر خود پیغمبر خدا اعلام کردند. آیا دوست نمی دارین که از کسانی باشین که حبیب خدا دوستان دارد؟ آیا شما نمی خواهین از جمله کسانی باشین که نزدیکترین شخص در روز قیامت با حبیب خدا باشین؟ دوست می دارین. کارت وقت کشایش و برار دارد که اگر آداب داری، تو وقت عزت و شرف و مورد دعای نیکی بنده های خدا قرار میگیری وقتی که آداب داشته باشی. حبیب خدا گفتن اگر شما با ادب باشین، اگر آداب رفتار کنین، در پیشگاه خدا ثواب شما مثل شخصی است که شب تا روز نماز میخواند، روز تا بیگاه روزدار است. تصور کنین، روز تا بیگاه روزدار، شب تا بروز نماز، برابر است در ثواب با شخصی که آداب دارد. زیرا بهترین آداب این در یکی از کتاب‌هایی که معجزه الهی است این قرآن کریم است. این در قرآن است. بهترین برنامه‌هایی که همون آدابی که شاید همه مردم ما و شما خواهد، همون آداب است. ابو هریره میگوید شخصی آمد نزد رسول اکرم، سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم عن اکثر ما یدخل الناس الجنه. از حبیب خدا یک سوال کرد، ای حبیب خدا کدام عمل اگر ما چنگ زنیم ما را جنت میبرد؟ از پیغمبر پرسیدند وقتی شما جنت دیدین اکثر اهل جنت از پشت کدام عمل جنت رفتند؟ حبیب خدا گفتند تقوی الله و حسن الخلق. دو عمل گفتند جنت را پر از جنتی ها گردانید. یکم شخصانی که از خدا می ترسند، دویم شخصانی که آداب دارند. آداب، همین حسن خلق میگوییم چی معنی دارد؟ همین آدابی که میگوییم همین آداب چیست؟ همین آداب تحلیل کن. عبدالله ابن مبارک گفتند آداب گفتند سه نشانه دارد. یکم همیشه چهرت تبسم داشته باشد، همیشه چهرت کشاده باشد، قواق نباشد. در چهرت گوییم که یگان مقصد به دیدن یک برادر مسلمان یک خرسندی و یک دلکشادی پیدا شود. دویم آداب معنیش این است که بذل المعروف همیشه پایبند کار خیر باشی. سوم و کف الاذی، به کسی از بنده های خدا آزار تو نرسد. اینا میگن آداب. دادرای عزیز از جمله همین باشه، انشاءالله در پیشگاه خدا ثواب میگیرین.